کولوب سهراب رحیموف معاون سابق رئیس شهر کولوب را که روز 5 ایول سال جاری از جانب مقامات کمیته امنیت با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب بازداشت شده بود 72,000 سامانی جریمه بسته از تالار دادگاه آزاد کرده است. حکم او میانه‌های ماه اوگوست صادر شده است. در دادگاه کولوب به رادیوی آزادی گفتند که معاون سابق شهرداری ضرری رسیده از عملش را برقرار کرده و به همین دلیل با جریمه خلاص خورد. قانون برای چنین جنایت جریمه طلب می کند. وقتی ضرر برقرار شد عیبدار شونده با جریمه آزاد می شود. گفتند در دادگاه کولوب این در حالی است که بنا به اطلاع دریافتی سهراب رحیموف را کارمندان امنیت هنگام گرفتن پاره دستگیر کرده بودند. در تاجیکستان در سالهای آخر موردهای به ماده جزایش سبکتر قلابی توپ دادن پرونده های منصبداران پورخور زیاد شده است. سهراب رحیموف تازه 1 سال پیش معاون رئیس کولوب در مسئله ساختمان تعیین شده در این وظیفه همگی 1 سال کار کرد. نشریه مستقل پیک ماه دکبر سال 2020 رحیموف را برای به تجارت مشغول شدن و نسپاریدن حق استفاده برق تنقیل کرده بود. این مسئله در اول سال 2021 در نشست مطبوعاتی شهرداری کولوب نیز در میان گذاشته شد و آن وقت سهراب رحیموف آوازه ها درباره صاحبکاریش را چنین شرح داده بود: خانه شخصی است، چند نفر را شناندم، مگر صاحبکار به حساب می روم؟ خانه خالی بود، در آنجا 4 استودنت شناندم، چه گناه کردم؟ در 1 سال آخر سهراب رحیموف دومی منصبدار بلندپایه در حکومت کولوب است که با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب دستگیر می شود. بهرام عنایتزاده رئیس پیشین کولوب که در گذشته در منصب رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی نیز بود ماه ایون سال 2020 دستگیر و به 12 سال زندان محکوم شد. لازم به یادآوری است که سهراب رحیموف بعد حبس عنایتزاده و تعیین عبدالقادر ولیزاده برابری شهر کولوب معاون او تعیین شد.